در منطقه خاورمیانه هنرش را در امان نگه دارد. هر دوی آنها در این جنگ‌ها سلاحی جز موسیقی ندارند. هر دوی آنها عاشق پیشگانی منحصر به فرد هستند. تمام این فاکتورها و از همه مهمتر رئالیسم جادویی دو اثر را به هم نزدیک می‌کند. اما آنچه در این یادداشت اهمیت می‌یابد نه بررسی تطبیقی این دو اثر بلکه مقوله جنگ و هنر است. البته اگر بخواهیم نگاهی تطبیقی به دو اثر داشته باشیم نیازمند مقاله دیگر خواهیم بود. در نتیجه به همین موارد کوتاهی که اشاره شد بسنده می‌کنیم و روی مسئله هنرمند و جنگ معطوف خواهیم شد. بختیارعلی فرزند زمان خویش است. او جنگ را با پوست و استخوان تجربه کرده. او آوارگی و بیخانمانی را خوب می‌شناسد. در کنار همه این آزارها او هنر و فلسفه را نیز خوب آموخته است. قرار دادن یکی از ظریف‌ترین متریال‌های جهان یعنی هنر در کنار یکی از پیچیده‌ترین و دهشتناک‌ترین وقایع این کره خاکی یعنی جنگ و نسیان احتیاج به قلمی دارد که از زمانه خویش عبور کرده باشد. قلمی که پلی باشد بین هنر زنده ماندن و هنر در معنای اصیل کلمه. در شهر موسیقیدان‌های سپید جنگ در برابر هنر قرار می‌گیرد. بختیارعلی در مقدمه کتاب نیز خود بر این موضوع صحه می‌گذارد و می‌نویسد: رمان شهر موسیقیدان‌های سپید بر دو خط اصلی حرکت می‌کند که همانا کشمکش بین جلاد و قربانی است، همراه با کشمکش میان زیبایی و مرگ. در این دو کشمکش حقیقت انسان بسیار روشن‌تر از هر گونه کشمکش دیگری پدیدار می‌شود. حالانکه این تقابل در این رمان چگونه بازنمایی می‌شود مبحثی است که خود نویسنده در مقدمه کتاب به زیبایی به آن اشاره کرده است. از نگاه وی بالاترین سطح مقاومت این نیست که انسان در تقابل با جلادها سلاح بردارد و حمله ور شود، بلکه می‌تواند به محافظت از زیبایی و ارزش‌های والا بپردازد. شباهت‌های طبل حلبی و شهر موسیقیدان‌های سپید. قبل از هر چیز از نام رمان شروع کنیم. نامی که از همان ابتدا با مخاطبش به تفاهم می‌رسد که قرار است با اثری جادویی روبرو باشد. در واقع از همان ابتدا سخنش شهری به میان می‌آید که موسیقیدان‌هایش سفید هستند.